وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند در سوره قارعه می‌فرماید: فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه. پیش از آنی که همراه شما دعا کنیم، میخواهم این آیت کریمه را تحلیل کنم و بعدا از پروردگار یک جای دعا میکنیم. الله میفرماید: ای بندگان خدا، آگاه باشید که روز قیامت ترازوی اعمال در بین بندگان خدا گذاشته می شود. ترازوکش پروردگار گناهان و کارهای ثواب شما وزن کرده می شود. ابن عباس می گوید گناهان و ثوابها به جسم مبدل می شوند. فاما من ثقلت موازینه، الله خبر داده ایستاده است. خیلی آگاه باشید، این منظره هست که ما روز از روزها با این منظره روبرو می شویم. هر کسی را که عملهای خیرش زیاد است، هر کسی را که خدا ترسی زیاد دارد، هر کسی که تقوای زیاد دارد، این انسان فهو فی عیشة راضیه، این در زندگی پسندیده جای میگیرد. برای این گونه انسان الله میگوید نعمتهای جنت منتظر است. و اما من خفت موازینه فامه هاویه، الله میگوید کسی که اگر در دنیا عملهای خیرش خیلی اندک است، عبادتش خیلی اندک است، در برابر این نافرمانی زیاد دارد، ناسپاسی زیاد دارد، از تقوا دور است، خدا پرستی ندارد، فامه هاویه، مادر او دوزخ است. به معنای مادر می آید. چگونه ای که مادر طفل در کنار خود می گیرد، مفسران می گویند دوزخ هم دوزخی ها را در کنار خودش می گیرد. نار حامیه، آن دوزخی هست که خیلی سوزان است. والوزن یومئذ الحق، الله در سوره اعراف می گوید در ترازوی اعمال شبهه نداشته باشین، حق است. روز قیامت این ترازو گذاشته می شود. روز قیامت همه اعمالهای شما وزن کرده می شود، چین کرده می شود. از این خاطر از پروردگار دعا می کنیم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. خدای مهربان،
روزی که ترازوی اعمال گذاشته می شود، روزی که ثواب و بدی های ما وزن کرده می شود. خدایا ترازوی اعمال نیک ما را سنگین و وزین بگردان. خدایا ما را از همه شرمندگی های محشر نجات بده. خدایا تو دگرگون کننده دلها هستی، تو تغییر دهنده دلها هستی. خدایا از دل ما بدبینی را، از دل ما نافرمانی را، از دل ما کینه و عداوت را دور بگردان و در جای این خدا ترسی و در جای این تقوا را پروردگار را جای نشین بگردان. اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. خدایا ما را در دنیا نیکی نصیب بگردان. خدایا ما را در آخرت نیکویی نصیب بگردان. از عذاب دردناک دوزخ ما را و فرزندهای ما را نجات بده. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار و عذاب النار و من شر الغنى والفقر. خدایا ما را از فتنه های آتش دوزخ از عذاب دوزخ نجات بده و ما را از آن ثروت و دولتی که نصیب میگردانی و سبب دوری از ذات تو می شود، خدایا از این گونه مال و ثروت ما را محروم بگردان. و خدایا آن فقری که برای ما نصیب میگردانی و در او قناعت نداریم و در او کفر میورزیم، خدایا از این فقر ما را نجات بده. خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا این ثواب و مکافات های بهترینی که در این ماه برای بندگان خود وعده کردی، برای این جمعیت ما نصیب و روزی بگردان. خدایا این ملک تاجیکان آباد بگردان. خدایا انصاف و عدل و یکدیگر فهمی و برادری را در بین این مردم تاجیک ما برقرار و بردوام نگه بدار. خدایا سرور دولت ما هم که برای بهبودی این ملت تاجیک سعی و کوشش دارد، خدایا ایشان از هر آفت و از هر دردها در حفظ امانت نگه دار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موعظه ما و شما از فضیلت ماه مبارک است. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظیم. پروردگار در این سوره احزاب برای ما و شما خبر می‌دهد ما با اهل آسمان، ما بر آسمان، ما بر کوها، ما بر زمین امانت را پیشنهاد کردیم. امانت را پیشنهاد آسمان و پیشنهاد کوها و پیشنهاد زمین کردیم. فابین ان یحملناها و اشفقن منها. گفتیم ای اهل، ای کوها، ای زمین ها، ای آسمان، آیا این امانت ما را قبول میکنی؟ فابین ان یحملناها. آسمان و کوه و زمین پشت گردانیدن، گفتن نه پروردگار این امانت ما قبول نمیکنیم. و اشفقن منها. آسمان و کوه و زمین از امانت پروردگار ترسیدند، گفتن ما طاقت قبول این امانت نداریم. و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. الله میگوید وقتی که این امانتی که
کوها و آسمان و زمین از او ترسیدن، طاقت برداشتش نداشتن. وقتی حضرت آدم گفتیم قبولش بکنی، آن چیزی که در داخل این امانت از قبولش داری، گفت در داخل این امانت چیست؟ گفتم این احسنت جوزیت و این اسعت عوقبت. این اگر کاری هست که فرمان پروردگار را اجرا کنی، جزای نیکت میدهیم. اگر در فرمان پروردگار گردن کشی کردی، عذابت میدیم. حضرت آدم قبولش کرد. انه کان ظلوما جهولا. میگه آدم چی در حق جان خودش ظلم کرد و چی آدم نادان است. الله بیان کرد. مفسران میگن ظلم به معنای این است که در جان خودت ظلم کردن از ظلم میگویند. جهول گفته از عاقبت کار بی‌درک بودن جهول میگویند. انسان از طاقت خودش زیادتر امانت قبول کرد. چی باشد این امانت؟ مفسران از آن جمله مالک از زید ابن اسلم روایت میکنه در تفسیر ابن کثیر که الامانت ثلاثه، سه چیز الله پیشنهاد آدم کرد، آدم قبولش کرد. این سه چیز پیشنهاد آسمان و کوه و زمین کرد، با این قدر بزرگی و برجستگی رد کرد، گفت طاقت ندارم. این چی بود؟ الصلاة والصوم الغسل من الجنابه. یکم نماز، دوم روزه ماه مبارک، سوم غسل از جنابت کردن. این سه چیز پیشنهاد حضرت آدم کرد، آدم این قبول ساخت. الحمدلله که ما و شما امروز در همون امانتی که پدر ما و شما حضرت آدم او را قبول کرد، این ماه رمضان است، در این امانت قرار داریم. این امانت اگرچند که روزه داشتن کار آسان نیست، روزه داشتن کار هر یک فرد نیست. اگر روزه داشتن آسان میشد، امروز همگی مردم تاجیکستان روزه میگیرید. لیکن این خیلی عبادت مشکل است، مشقت دارد. این فرزند آدم حتی تحمل این برای آدم وزنین بود، لیکن آدم این قبول کرد. آدم قبولش کرد. الحمدلله که ما امروز این امانتی که سنگین است، وزنین است، با این قوه های خیلی عاجزی خودمان این برداشت داریم، این قبول داریم. از این خاطر از پروردگار میگوید کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. همه عمل آدم برای جان اوست، برای خود اوست، مگر روزه. روزه از من است و من جزای روزه دار میدهم. همه عمل آدم از برای خود اوست. الله جدا میکند الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. مگر ماه مبارک، مگر روزه، مگر رمضان، این از من است و من جزای روزه دار میدهم، من مکافات روزه دار میدهم. فإن كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. هر وقتایی که شما میگوید دهانی روزدار داشته باشید، باید که از دهان شما کلمه فحش و فحشایی، از زبانهای شما دروغ، غیبت باید صادر نشود. فإن صابه احد، پس اگر یکی از شما را یک بنده به انصاف روزدار دشنام داد، اگر مبادا یک شخص به آداب شما را اگر دشنام داد، سپارش از طرف اسلام، از طرف پروردگار و پیغمبر چیست؟ فلیقل انی صائم انی صائم. جواب تو باید این باشد که ای بنده به انصاف، ما و تو در ماه رمضان قرار داریم، من روزدار هستم، من مثل تو
زبان دشمان و زبان لغو و زبانی گفته بیهوده ندارم، من روزدار هستم. والذی نفس محمد بیدی، حبیب خدا به خدا قسم میخورد، به خدا قسم میگوید لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. به خدا قسم میگوید که اگر شما در همین الحال شما اگر مشاهده کرده باشید با یک برادری روزدار وقتی تو صحبت میکنی از دهان او خیلی بوی بد میآید. دهان آدمی روزدار بوی بد دارد. برای همین صاحب مذهب ما و شما حضرت امام ابو حنیفه دور کردن این بوی دهان مکروه شماریدند. از آن جمله قرضاوی هم در کتابش میگوید این بوی دهان باید که شما از دهانتان دور نکنید. مقصد شما باید با این زبنای پسته هایی که هست دهان هاتان نشویید. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا قسم به خدا گفتن که بوی دهان روزدار محبوب تر از بسوی پروردگار از بوی مشک دیده. همان دخیه های فرانسوزی که یک شیشچه اندکش $1000 و $2000 است، الله میگوید از همان مشکی که در دنیا مشهور است برای من محبوبتر دهان بوی روزدار است. انا همون بویی که در دهان شماست، انا همون به سوی پروردگار از مشک از دوخی دیده چی است؟ محبوبتر است. لصائم فرحتان، حبیب خدا گفت روزدار دو خرسندی دارد، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. دو خرسندی دارد. یک خرسندیش همین است که منتظر می شود که کنی ساعتی کشادن روزه بیاید. کی می آید؟ تیزتر ساعت گوییم که 5 دکم 6 شود، تیزتر 10 دکم 6 شود. گفته خرسندی دارد وقت طعام می بیند شادی او را چکار میکند؟ فرا میگیرد. این حالت خرسندی شای گفت. دویم خرسندی که روزدار دارد این روز قیامت است، عند لقاء ربی، زمانی که پروردگار جمالش آدمای روزدار را نشان میدهد. آن جمالی که در دنیا ما و شما شب روزان دعا میکنیم که خدایا از جمال جهان آرای خودت ما را با نصیب گردان. انا همون جمال جهان آرای روز قیامت پروردگار برای روزدارا چکار میکند؟ نصیب میگرداند. دو خرسندی ما و شما دارد. حبیب خدا میگوید لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. هر یک چیز در دارد، هر یک عبادت برای خودش در دارد، لیکن در تمام عبادت ها این روزه ماه مبارک است. نوم الصائم عبادتون. حبیب خدا گو همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدمی روزدار خوابش هم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که من در زمین بیافرم پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنین. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. انا همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است. بعضی یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادند، لکن این آدم نمیخورد. این بنده ای که شما نخواستین آفرینش او را در روی زمین که حتی گفتین وای خون میریزاند، حتی گفتین که وای ناسپاسی تو را میکند ای پروردگار، انا همون بنده را نگاه کنید. طعام در پیشش طعام نمیخورد، شراب در پیشش شراب نمینوشد. لذت زن دارد، زن جوان دارد، میل به خانه‌داری دارد، لیکن به سوی او نزدیک نمی شود.
از برای چی؟ من اجل، پروردگار میگوید این از خاطر من است. یدع طعامه و شرابه لاجلی، و این خوردن و نوشیدن و لذت و همه اینا به خاطر پروردگارش ترک ساخته است. از این خاطر من ثواب روزدار من خودم مکافات میدهم. حبیب خدا حتی گفتن که کل عمل ابن آدم یضاعف. ببین الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعفا. حبیب خدا گفت آدم مسلمان وقتی یک نیکی میکند الله 10 ثواب تا 700 ثواب میدهد. لیکن الله گفت الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر ماه رمضان که عدد ندارد، 700 ندارد، بلکه اون فقط عددش پروردگار میداند، ما جزای روزدار میدهیم. خوش به حالتان ای بنده های با انصاف پروردگار که این ماه مبارک شما روزه داشته ایستاده. شما برای شما به خدا قسم خیلی نعمت کلانی هست. دوستای خدا این روز آرزو میکردن که خدایا یک بار دیگر بر رمضان ما را برسان. امروز افسوس که همون برادرای بی انصافی که روزه دارن و در برابر این دوستی دارن، در برابر این خیانت دارن، در برابر این دروغ دارن، در برابر این جنگ جنجال و فریب دارن، افسوس که از ثواب این ما محروم هستند. روزه دارن لیکن از روزه چیزی برای اونها نمیرسد. ما و شما جمعه گذشته در یک حدیث قرار گرفته بودیم که تا به آخر اون حدیث تحلیل نکردم زیرا وقت برای ما گنجایش نداد. میخواهم همون حدیث بار دیگر برای شما به آخر رسانم. من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنة یا عبد الله هذا خیر. حدیث متفق علیه. وقتی که میگوید یک بنده خدا در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، یک جفت، گفتیم خواه یک گاوی نر است با همراهی گاوی ماده، یا یک اشتری نر با اشتری ماده، یا یک اسبی نر با اسبی ماده، یا یک گوسفندی نر با گوسفندی ماده. اگر یک جفت در راه پروردگار خیر میکرده است، تمام درهای جنت او را صدا میداد است که ای بنده خدا در بهترین عمل چنگ زدی، خوش به حالو. این اشاره به سوی برادرایی که امروز صاحب دولت و صاحب مال و ملکند. من جمعه گذشته گفتم که امروز بایهای ما بعضش آنقدر بی‌غیرتی هست که در عید قربان یک گوسفند قربانی میکند، یک گوسفند، حالان که برای تو جایز است که 2 گوسفند، 3 گوسفند، 4 گوسفند تو قربانی کنی. برای تو جایز است که یک گاونه 2 گاو تو قربانی کنی، مردم از گوشت قربانی برخوردار کنی. افسوس که همون همت برای تو نیست. افسوس که تو بالای همون پولها فکر میکنی که ابدی میمانی. حالان که حبیب خدا عبدالله ابن شخیر میگوید اتیت النبی و هو یقرأ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. حضرت عبدالله میگوید باری آمدم که پیغمبر خدا سوره الحاق، سوره تکاثر خوانده ایستاده است و هو یقول ابن آدم مالی مالی. گفت آمدم نزد حبیب خدا که همین سوره تکاثر میخوان، سوره که الحاق این از ماده لهو گرفته شده است، بیهوده. تکاثر از ماده کثرت گرفته شده است. 2 قبیله بود، بنی حارثه و بنی حارث. اینها با پول و مال و با پشت و اجدادشون فخر میکردند. مثل امروز بعضی از کشورهای ما و شما فخر میکنن پدر من فلانی بود، برادر من فلانی بود، که این فخر در اسلام هیچ جای ندارد، هیچ نقشی را اجرا نمیکند. گرد نام پدر چی میگردی؟ شاعر میگوید گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. تو پدر چی مینازی؟ با برادر چی مینازی؟ تو خودت پدر شو، خودت همو برادری را که تعریف داری عبادت شد، تو خودت مثل وی شو.
وای کرد برای جان خودش کرد. برای تو چی معنی دارد؟ چی فایده دارد؟ محمد صاحب ایرانی را خدا رحمت کند، بعضی از امید منمنی ها را چی میگوید؟ آلی منمنی ها را شما شاید ننشستین. من امروز سیر دارم، سیاحت دارم، گشت دارم. بعضی پیشواها چنان باور کنین به یک شخصانی می نازند که وای در اسلام هیچ نقشی ندارد. حضرت محمد صاحب ایرانی میگوید آن کسان که فخر به اجداد میکنند چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. مثل سگی که به یک استخوان شاد میشود، بعضی ناکسا هم با همون پدر و به مادر و به اولاد اجدادش افتخار دارند. به خاطر اونها مردم تله و تاراج دارند. میلش افتخار کن، میلش اونها را یاد بکن، لیکن به نام اونها مردم غارت نکن. ثنای خود به خود گفتن. خدا رحمت کنه محمد صاحب ایرانی را، کلیاتش در دست ما هست. او میگه ثنای خود به خود گفتن نمیزیبد تو را صایب، چو زن پیستان خود مالد حظوظ نفس کی یابد. ای ثنایی میگوید ای صایب، تو ارزنده نیست که در هر جا نشسته و تعریف کردن گیری. این عادت مسلمان نیست، اینم باعث افتخارم نیست. نمیبینید چو زن پیستان خود مالد حظوظ نفس کی یابد. همین زن پیستانش خودش مالد، از کجا شهوت کشاده میشد تا شوهرش اگر پیستانش نمالد؟ تا اگر بگذار تو را دیگرها تعریف کنن میگوید، تو کجا خود تعریف میکنی؟ امروز این گونه گویم شخصان تعریف میکردگی هم بسیار هستند. اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست. مالدارها را خطاب دارد. پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی، صاحب گنجینه هستی، صاحب صندوق هستی، پریشان کنیم روز ای گنجینه جوست، که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلیدم بگیرن کنون بر کفی دست نه هرچی هست، که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی. حسرتی میشوی دیگر پشیمانی فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. چگونه که یک قصه را از غزلهای جنونی ما برای شما بیان کردم که روز قیامت سه طایفه در حسرت هستند، حسرتی هستند. بر روز سوی یاران گفت حضرت و سه طایفه در حشر از حسرت. سه طایفه در روز قیامت حسرتی هستند. یکی آن خواجه باشد به عصیان، غلامی او به طاعت های سبحان. غلامش را برم بر سوی جنت، به دوزخ می رود خواجه به حسرت. یکم طایفش کی بود؟ همون کسانی که امروز زیر دست دارند. امروز اداره داری، بالای چند نفر سرداری، امروز دکان داری، بالای چند نفر سرداری. مقصد کدام شما امروز در زیر دستان زیر دست دارین، معاش خور دارین، نان خور دارین؟ شما امروز باید که در برابر همون معاون های خود و در برابر همون کارگرای خود باید پروردگار عبادت کنید. زیرا روز قیامت میگد همون سردارهایی که عبادت نکردن و زیر دست های او عبادت کردن، زیر دست ها را جنت میبرن و خوجه را دوزخ میبرن. دوم کیست؟
آن که غنی ممسک بمیرد، همه مال او را وارث بگیرد. کند وارث از آن خیر و سخاوت، رود از مال ممسک سوی جنت. دوم غنی ممسک بمیرد، آدم پولداری که در دنیا باری هم یک همسایه را یاردم نکرده است، یک یتیم خانه را یاردم نکرده است، دستی یگان بیچاره و ناتوان نگرفته است، فقط توپ کرده است. گفتی حضرت سعدی کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. توپ کرد، وقتی از دنیا که گذشت چی میشده است؟ بعد مال در دست وارث میزنه، در دست بچت میزنه، در دست خواهرت میزنه، در دست پدر و مادر و یار و رفیقت میزند. بعد اینها چی هستند؟ اینا خیلی انصاف داشته اند. اون مال جمع شده را میگیرن و بعد در راه خدا صرف میکنن. حضرت مولوی جنونی میگوید که این وارث ها چکار میکند؟ از مال این ممسک غنی جنت میرود و رود ممسک به حسرت جانب نار، به افسوس و ندامت گریه و زار. داد میگه فریاد میزنه که از مال من دیگرها جنت رفتن و من صاحب مال بودم از جنت محروم شدم. بسیار میپیچد. حضرت گفتن شما فریب سله را نخورین که اگر سله در کار باشه این گنبد تاری مسجد ما را ببینید، از سله در کله که داخلش خالی است. باید در علم باید ما چی باشیم؟ عمل کننده باشیم. حضرت سعدی را خدا رحمت کند و میگوید از من بگوی عالم تفسیرگوی را. همون عالمی که تفسیر را میداند، حضرت سعدی گفته است ای حاجی میرزا نترس، ای نام من بگو، از نام من برسانش، از من بگوی عالم تفسیرگوی را. گر در عمل نکوشی نادان مفسری. تو اگر عمل نداشته باشی تو مفسر نه، تو نادان ترین انسانی. باری درخت علم ندانم به جز عمل، گر در علم عمل نکنی شاخ و ببری. من گفته است درخت علم فقط در میوه هاش میبینم. یعنی اگر علم درخت باشد میوه او عمل است. اگر انسان علم دارد عمل ندارد مثل یک درختی که بی میوه است، مثل همون است. دوم آمدیم که در چی رسیدیم؟ تمام حدیث فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. کسی در دنیا نمازخوان باشد دروازه نماز در جنت او را فریاد بزده است ای نمازخوان نزد من بیا، نزد من بیا، اینجا جای توست. نمازخانه دروازه ای که به نام نماز در جنت است، وای فریاد میزد است پیش من بیا. من جمعه گذشته گفتم کسی در 17 دقیقه نماز تراویح میخواند نمازش از سر خواند. این به گوش یک بیچاره دیگر رسیده است. دیروز ما را در بازار میبیند، از ما این قدر ملاله که دیگر هیچ حد کنار ندارد. باز وایش کمتر به انصافتر بوده است، در 20 دقیقه میخوانده است. گفتن ما در 20 دقیقه میخوانیم، تا همین روز یگان ملا را نشنیدیم که گویا که در 20 دقیقه نماز درست نمیشود. ای روز خودت برآمده اینمی جنجالا در مسجد و دیگر. الحمدلله که در مسجد از پشت ما جنجال شود ما فخر میکنیم. برای کلمه حق، برای جمله حق مرحمت جنجال شدن گیرد. حضرت میگه باز از من میپرسد دلیل داری؟ من گفتم بله دلیل، چند قدر دلیلی که خواهی دلیل برای تو میابم. لیکن تو چی میفهمی؟ یک متن حدیث از یاد میدانی؟ یک متن حدیث است میدانی از یاد؟ گونه نمیدانم. قرآن خوانده میتونی؟ نه، از دهان از یاد کردم. پس من به تو چی دلیل گویم؟ چی دلیل گویم؟ من برای تو از شعر عربی بخوانم بگم آیت قرآن است تو باور میکنی؟ برای تو بی سوادی، تو علم نداری. من برای تو چی دلیل آورم؟
دلیل میخواهی؟ الله در سوره مؤمنون میگه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن ها نجات یافت. کدام مؤمن؟ انا همون نمازگزاری که در نماز خاشع است، دل ترسننده دارد، عبادت خوب دارد، عبادت دراز دارد، رکوع سجده طولانی دارد، نجات یافت. افسوس تو مختصر میخواندی. این مختصر باب صفت صلات، باب واجباش تعدیل ارکان میگوید. تعدیل ارکان شارح های همین مختصر چی میگوید؟ میگوید که ای تسکن الجوارح فی الاعضاء فی الرکوع و السجود حتی تطمئنه. آرام گرفتن در رکوع در سجود واجب است. آرامی در رکوع در سجده واجب است. برای چی؟ سوره ماعون فویل للمصلین، وای به حال نمازخوان. کدام نمازخوان؟ الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم ساهون است. وای بر آن نمازخوان. کدام نمازخوان؟ آن نمازخوانی که در نمازش پروا ندارد. آن نمازخوانی که مثل گفتی استاد ما بابای ملا شریف مثل همون مرغی دانچین نماز میخواند. وای به حالش گفتم. این نماز نیست گفتم. حبیب خدا یک نفر دید مثل همین 17 دقیقه بود یا 20 دقیقه نماز میخواند، بسیار سراسیمه گفت اصلی فانک لم تصلی. اثر نماز خوان گفت نماز نخواندی. اینا دلیل هستن. آخر دلیل عقلی عادی برای تو گویم، تو همین 17 دقیقه را در 29 رکعت که امشب است تقسیمش که چند سکندی میرسه؟ چند سکند میرسه سری هر رکعتی؟ 17 منوت با 29 رکعت، 9 تاش از خفتن تو، 20 تاش از تراویح تقسیم کن، چند ثانیه‌ای میرسه؟ این چی نماز است؟ این مسخره کردن از این جان خلاصی است. از پشت این امامان نماز نخوانیم باور کنیم. اینجا یک اعلان میکنیم، دوام حدیث میرویم. یک قصه از حضرت ابوبکر صدیق است. فردا انشاءالله ما کار همین مسجد شروع میکنیم، خدا خواسته باشد. همون تکنیک های لازمی را خبر کردگی هستیم. سحر کار ما انشاءالله در همینجا شروع می شود و اینجا مصلحت کردیم همراه همون برادرایی که در اطراف ما هستند. همین روز گفتیم یک صندوقی در همین بین شما گردانند، به خاطری که اول کار اگر از همین گویم اهل جمعیت ما شروع شود انشاءالله کار خیر است، ثواب است. پول شما در راهی گویم غلط و نادرست ضایع نمی شود. هر کسی که چی مقدار قوت دارد، لیکن اگر به قوت ها باشند اگر حساب نکنن هم چندی هست پرتوینش، لیکن به قوتاش باشد یگان جای سختگیریش نیست. برای همین انشاءالله همین پول میگیریم، فردا در همینجا کار همین مسجد سر میکنیم. برای همین از بچه ها میخواستیم که همون کارشون صرف کنند. دویم از باب نماز، از دروازه نماز سر میزد، فریاد میزد است بیا ای انسانی که در دنیا نماز میخواندی، بیا این دروازه نماز است، به نماز داخل شو، به دروازه نماز درآ. سوم و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. کسی در دنیا اگر جهاد در راه خدا کرده است، گویم که مجاهدهایی که برای حمایه قرآن و حمایه دین اسلام جنگیدند، یا گویم که حبیب خدا وقتی که از جنگ برگشتن گفتند ما از جهاد خرد آمدیم و جهاد بر اکبر جهاد میکنیم که این علیه نفس است. یا شخصانی که گویم بر نفسهاشون جهاد میکنند، اینها را باب جهاد، دروازه جهاد فریاد میزد است. و من کان من اهل صدقه
دعی من باب صدقه. کسی که اگر در دنیا سخی باشد، خیر اندیش باشد، از دروازه صدقه فریاد زده می شود: ای بنده خدا، ای آدمی سخی، به من بیا، اینجاست جای تو. وقتی حبیب خدا این حدیث بیان کرد، ابوبکر صدیق میگوید در پهلوش نشسته بود. چی گفتند؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتند: بأب انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای جان تو باد. هل یدعا احدکم من تلک الابواب کلها. ای حبیب خدا گفت شما دروازه نماز خواندین، شما دروازه جهاد گفتین، شما دروازه روزه گفتین که از دروازه ریان فریاد زده می شود، شما دروازه صدقه گفتین که فریاد زده می شود. آیا شخصی هست که از همه این دروازه ها فریاد زده شود؟ آیا هست نفری که همه دروازه ها محتاج او باشند، منتظر او باشند؟ حضرت ابوبکر این سوال دادند. ابوبکر صدیق شما میدانید که با لقب صدیق مشهور است. یک مجاهد در راه پروردگار بود، خدمتگار رسول اکرم بود، خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یکی از دخترهای باکره‌ای که پیغمبر خدا در نکاح خود درآورد، این دختر ابوبکر صدیق حضرت عایشه مادر ما و شما بود. خود ابوبکر حکایه میگه پیش از آنی که رسول اکرم چی جواب گفت به ابوبکر، حضرت ابوبکر خردی‌هاش حکایه میکن در کتاب که بار پدرش میگن ابو قحافه و پیش یک بت برد، بت هیکل. اون وقتا هیکل ها را به حیث خدا عبادت میکردن. پیش همون بت برد و به سوی فرزندش ابوبکر گفت: ای ابوبکر، گفت این از خدای بزرگ ما. زمانی که اسلام نداشتند، زمانی که گویم عبادت نداشتند، وقتی که ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق میگوید از پیش ابوبکر دور رفت، ابوبکر به طرف این بوتی که پدرش نشان داد که این خدای توست چی سوال داد؟ گفت: ای بوت، گفت من گرسنه هستم، برای من طعام بده. من گرسنه هستم، گفت برای من طعام بده. ابوبکر میگوید از این بوت این سوال کرد. چگونه که بعض مردمای ما و شما امروز تا حال آیم همون تکیه به آدم ها دارد که ای اکو عجیب آدم بداخی، هم خورد کلان سیر بود. مردم تا حال رزق از الله نمیبینند، تا حال تکیه به مردم و تکیه به فلان حکومت و به فلان چیز است. خیلی گویم که این هم جای تأسف آور است، جای تعجب است که امروز در این قدر پیشروی علم تا حال ما تکیه با بر خدا نداریم، نمیدانیم که رزق پروردگار میرساند. نگاه کرد که از بت هیچ صدای نیامد. گفت: ای، گفت من لباس ندارم، گفت برای من لباس بده. از بت صدای نشد، نه طعام داده توانست، نه لباس داده توانست. صاحب کتاب میگوید همین بوت ابوبکر او برداشت به سوی آسمان و در زمین زد، پاره پارش کرد. گفت تو خدا هم نیستی، گفت تو خدا میشدی، گفت ما را از طعام و از لباس سیر میکردی، گفت تو خدا نیستی. گفت از خوردیش حضرت ابوبکر صدیق بت شکن بود، علیه بت مبارزه میبود. صاحب همین کتاب میگوید که بار ابوبکر صدیق خود حکایت میکرد که در زیر یک درخت خواب بودم، و ناگاه میگوید بیدار شدم که یک نوده همین درخت میگوید پایان شد و به سوی من گفت که ای ابوبکر از جات بخیز، امروز در مکه مکرمه یک نفر پیغمبر شد، پیش از همه رفته به او ایمان بیار، تو عزیزترین مردم بعد پیغمبر خدا میشوی. وقتی این صدا را میگوید از درخت شنیدم، گفتم برای من مفصل تر بیان کوی کیست.
گفت وای محمد ابن عبدالله است. گفتم آخی وای رفیقی من است، وای همنشین من است. گفت من برای تو میگویم سراسیمه شو، خیز از جاد رو با وای ایمان بیار که عزیزترین مردم بعد رسول اکرم تو میشوی. ابوبکر صدیق میگوید از جایم خیستم و دوان و پیش محمد صلی الله علیه و سلم آمدم، پرسان کردم. وای گفت در اصل به من وحی از پروردگار می آید به یگان معجزه. از حضرت ابوبکر صدیق چکار کردم؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کردم، ایمانی به او آوردم. حضرت ابوبکر بسیار آدم خاکسار بودند، بسیار آدم عادی بودند. میگوید زمان عادیگی و خاکساریش در حکایه بیان میکند که حتی چنان عادی بود که گوسفند و گاوی همسایه ها را می جوشید. وقتی که میگوید خلیفه شدند، وقتی میگوید در منبر خلیفگی که نشستند، بعداً آوازه مدینه منوره را منتشر شد که ابوبکر خلیفه شد. در خانه همون کمپیری که گوسفند و گاو می جوشید و گوش او رسید که ابوبکر خلیفه شده است. این کمپیر میگوید صدا داد که ابوبکر که اگر خلیفه شده باشد گوسفند و گاو مرا کی می جوشد؟ وقتی میگوید این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید، گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این مقام خلیفه گفت جاینشین نمی شود که ابوبکر در غرور و در نخوت اندازد. گفت ابوبکر همون ابوبکر پیشینه است. قسم به خدا، گفت گوسفند و گاوی او را من در حالت خلیفگی من می جوشم. این قدر حضرت چی بودند؟ عادی بودند، خاکسار بودند. زمان وفاتش هم حکایه میکند که وقتی که آخر حیاتش بود میگوید عایشه صدیقه دخترش فریاد زد، گفت امروز چند شنبه است؟ گفتن دوشنبه هست. گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که عمر هم با عمر دلبند و محمد برابر شد، 63 ساله شدن. و همین روز دوشنبه بود که این دلبند من، این محبوب من دنیا را ترک کرد. از خداوند تمنا دارم که خداوند امشب کاری مرا به پایان برساند. صاحبای کتاب میگوید همون شب میگوید رخت سفر بستن، همون شب میگوید چکار کرد؟ جان به حق تسلیم کردن. وقتی این سخن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتن، ابوبکر صدیق گفتن آیا نفر یافت می شود که همه دروازه های جنت او را صدا دهند؟ حبیب خدا چی گفتن؟ ارجو ان تکون منهم. ای ابوبکر گو امید دارم که همه دروازه های جنت تو را صدا می دهند. همه آن دروازه های، چی نماز باشد، چی جهاد باشد، چی دروازه روزه باشد، چی دروازه صدقه باشد، همش تو را فریاد میزنند. در همگی در پسنداز حضرت ابوبکر صدیق میگن 4000 درهم بود. همگی 4000 درهم داشت. وقتی رسول اکرم اعلان جهاد کرد، گفت لشکرها را باید مجهز از عراق کنیم، ابوبکر صدیق همراه حضرت عمر بودند. عمر میگوید من خواستم که در همین منظره از ابوبکر صدیق گذرم. رفتم میگوید در خانه مال اسباب انجام جمع کردم و نصف مال ما میگوید آورده در پیغمبر خدا تسلیم کردم. گفت چی مقدار مال آوردی؟ گفتم نصف مال ما آوردم، نصف دیگرش برای روزگارم باز گذاشتم. حضرت عمر گفتند حبیب خدا دعا کردند که خدایا در این مال دادگیت هم برکت دهد، در مالی که پسنداز برای اهل گذاشته در اون هم برکت دهد. حضرت عمر میگن منتظر ابوبکر بودم، کنی از ابوبکر من بگذرم که خیلی مال زیاد من صدقه کردم. وقتی که ابوبکر صدیق آمد میگه در دامنش همون 4000 که داشت پسنداز همگی را آورد، در پیش رسول اکرم ریخت. حبیب خدا گفت هل ابقیت لاهلک شیء؟ برای خانوادت یگان چیزی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم. گفت چی گذاشتی؟ گفت بله گذاشتم ای حبیب خدا. گفت چی گذاشتی؟ گفت الله و رسول او را باز گذاشتم، و جز الله و رسول او چیز دیگر در خانه باقی نگذاشتم، همگی را برای تو تسلیم کردم.
ابوبکر صدیق میگه رسول اکرم دست برداشتن در حقش دعای خیر کرد. انشاءالله من جمعه آینده در اطراف این ماه مبارک یک صحبت دیگر آراسته میکنیم و خدا خواسته باشد بعدنش در باب زکات که گویم وظیفه اولین درجه ما هست و خیلی جمعه ها هم برادران منتظر هستند که امروز بسیاری از جوانمردها و بسیاری از بندگان خدا صاحب نصاب شدند تا که از این زکات چیزی فهمند. انشاءالله بعدا من صحبت میکنم در اطراف یک مسئله. از ما پرسان کردن الحال یک برادر که سوال تعجیلی دادن که برادر عزیز وقتی که در موعظه آدم وقتی موعظه میکند اگر در موعظهش بنده های خدا را دشنام دهد حقارت دهد آیا همین جایز است یا جایز نیست؟ برادرای عزیز من برای شما یک دلیل از سوره طه میخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هرز دعوت درستیش اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. این برای تمام شخصانی که دعوتگرند باید شعار باشد. برادرای عزیزی که امروز امر معروف میکنین، برادرایی که امروز شما میخواین که یک برادرتان نماز خوان کنین، یک برادرتان از راه بد گردانین، الله سپارش به سوی حضرت موسی و هارون برادرش میدهد که فرعون از حد گذشت. فرعون دعوای خدایی کرد، پیشی وی به قصر وی روید. وقتی که وی دعوتی به سوی خدا میکنید قول لینا، با سخن نرم با سخن ملایم باید دعوت کنید. فرعونی که دعوای خدایی کردن با سخن خوب با سخن نرم ملایم باید دعوتی به سوی ترس پروردگار کنید. اگر با شما مراجعتی در سوره نحل کنید آیت های آخری وی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. پروردگار میگوید هر وقتایی که بنده های مرا به سوی من میخوانید ای واعظا و ای دعوتگرا شما دشنام و سخنهای قبیح استفاده نبرید، بلکه با سخن نرم با سخن خوب با موعظه های حسنه اونها را دعوتی به سوی خدا کنید. برای شما یک منظره از حبیب خدا من حکایه کنم. پیغمبر خدا با صحابه ها نشسته بود که یک جوان آمد گفت ای حبیب خدا برای من رخصت بده که من زنا کنم. اگر همین مسئله را پیش کدام دامنای ما در الحال یک جوان سوال دهد باور کنین چی قدری که خواهیم و ما تحقیر میکنیم. حبیب صحابه همه میگوید از جا خیستند، غضبناک شدند، خواستند وی لخت کوب کنند. حبیب خدا گفت دستی وی در دستی من دهید. گفت نرمی را ببینید، ملایمی را ببینید، رفتار را ببینید. این رفتار پیغمبر خدا باید برای همه ما درس شود. گفت فرزند عزیز نزد من نشین. گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم زنا کنم. گفت فرزند عزیز میخواهی که به مادر تو کسی زنا کنند؟ گفت نه ای حبیب خدا. گفت پدر و مادرم فدای تو باد. گفت من نمیخواهم که به مادر من کسی زنا کنند. پس گفت ویها هم نمیخواهند که به مادرشون کسی زنا کنند. میخواهی که با خواهرت کسی زنا کنند؟ گفت نه ای حبیب خدا نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهد که با خواهر اونها کسی زنا کنند؟ گفت میخواهی که زن تو با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس وای برادرها هم نمیخواهد که با زن اونها کسی زنا کند؟ گفت میخواهی که خالت با کسی، عمت با کسی، ابهت با کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس اون برادرای تو هم نمیخواهند که خاله و عمه و ابهی اونها هم با کسی زنا کند؟ جوان میگه نرم شدن، ملایم شدن. حبیب خدا میگه دستش در بالای سینه این جوان گذاشت.
گفت پروردگارا گناه این بنده را مغفرت کن. خدایا دل این جوان گفت پاکیزه کن و از راه حرام گفت این جوان بگردان. این جوان میگه تا زمانی که این کار برای من شیرین خیلی لذیذ بود، از زمانی که حبیب خدا دعا کردن از عمل نفرت آور برای من زنا شد. با گپی خوب، با گپی نرم دعوت کردن. بار میگه یک جوان آمد، یک اعرابی در داخل مسجد رسول اکرم بروکش کشید و پیشاب کردن گرفت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه خیستن تا که وی لط و کوب کنن که تو در مسجد پیشاب کردی. الحال در همین بین ما و شما کسی این عمل اجرا کنه، باور که باوری دارم از همین تیزا میپرتویم شما و شما. لیکن حبیب خدا گفت در جاتان نیستید، گفت غضبناک نشوید، گفت پهلوان قوت دارین، روین گفت از بیرون آب بیارین پیشابی باید تازه کنین از مسجد، گفت پیشاب شد دور پرتایین. غیرت دارین، گفت انصاف دارین، پهلوانین، پیشاب تازه کنین، گفت وای کار نگیرین، وای جاهل است، وای نمیفهمه، وای دعوت کنین. امروز راه دعوت به دشنام و به تحقیر و به سیاست نمی شود. با او تو یار و رفیق شو، با او همنشین شو، از دختر بی سطر نگریز، از بچه بی نماز نگریز، از بچه های عرق نوش نگریزین، بلکه با آنها یار و رفیق شوید، با آنها همنشین شوید، آنها را دعوتی به سوی حق کنید. تا دیروز خودتون کی بودین؟ شما از خودتون خلاصه برارید. شما با کسی همنشین شدید، در کجای صحبت شنیدید شما اصلاح شدید، اونها قطعی همنشین شوید تا که اونها هم اصلاح شوید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی، من از شما خواهش میکنم که در این روز سعید که روز نماز جمعه می باشد در حق پدرم اکای فیض الله و مادرم دعا کنید. با احترام، پسرش فردوس. اکای آدینشا، همین رقم های پولش لازم هم نیست خواندن همینجا. خب اکای حاجی صابیر، بابای حاجی نصرالدین از بیرقلم، یک برادر گفتن دعا کنید، یک خواهر. صابر جان در حق بابایم بیمار است، در حق مرحوم حاجی ارگش، بابای سفرخوجه از همی کوه دامن گفتن در حق گذشتگانم و فرزندم در دور دست ها هست، در روسیه هست، دعا کنید در حقش. در حق پدرم از چاق تیمور، دیروز یک بچه آمدن در همیجه پدرشون از دنیا گذشته بوده است، گفتن در حق پدرم دعا کنید. شادی از ناحیه رودکی دعا کنید پدرم نمازخوان شود، در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه کردند. دکان مغز و مویز، یک برادر از ایستگاه بازار یک مبلغی کلان یافته است، به بازار کلان به سفر مراجعت کنید. یعنی در آن بازار کدام برادری خدا ترسیده است مبلغی کلان یافتگی هست، پس اگر همون مبلغ گم کرده باشد بازار کلان ده بابای سفر اکی سفر ده مراجعت کند، همون مبلغش یافت می شود. و در حق آن برادرانی که الحال خیر احسان کردند یک جای دعا کنیم که و تمام آن برادرایی که با طریق تلفن از شهرهای روسیه از ما دعا طلب میکنند که در حق من دعا کنید. خدای مهربان تمام آن بندگانی که و فرزند رئیس شهرم برادرمان محمد شریف هم حمد میدانیم که یک هفته قبل قضای الهی بوده است، در صدمه از دنیا گذشتند. در حق ایشان هم دعا کنید که همه اینها را خدای مهربان گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگرداند. در دل خویش و قومیت پدر و مادر صبر جمیل خدا نصیب روزی بگرداند و هر آرزو و امیدی که در دل این بندگان خدای مهربان وجود دارد با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. یک دعای دیگه کنیم که خدای مهربان همین معرکه‌ای که فردا ما در پیش داریم، ساختمان همین مسجد است، خدای مهربان به یک آسانی و
با یک سبوکی خداوند انجام یافتنش برای ما بندگانش نصیب و روزی بگرداند و هر گونه نافهمی ها و کینه و عداوت خدای از دل بندگانش دور بگرداند و خدای مهربان این عمارت های مسجد فقط و فقط برای پند و نصیحت، برای بهبودی اسلام خدای مهربان نگه دارد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم. ولی برادرای هستن که مثال شخصا میخواهن یاردم کنن، ما منتظرشان هستیم. شکر تا امروز که بعضی برادران مراجعت کردگی هستند، لیکن اینجا خیلی مبلغ کلان در کار است و از پروردگار امید است که انشاءالله برادرها همه ما را کمک میکنن. اینم یک آبادی هست، اینم برای یک بهبودی همین فرزندای ما و شما انشاءالله انجام می‌یابد. الله خطاب میکند ای کسانی که ایمانی به الله دارید، چرا آن چیزی را که میگویید خود نمیکنید؟ ما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید خود نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله میگوید برای آن کسانی که میدانند و نمیکنند چه عذاب دردناک منتظر است، چه عذاب سخت و چه عذابی که برای کسانی که ندانستند انجام دادند اونها را عذابشان سبکتر است از آن کسانی که میدانند و عمل نمیکنند. حبیب خدا میگوید من قرأ القرآن یتأکل به الناس جاء یوم القیامة و وجهه عظم لیس علیه لحم. کسی در دنیا قرآن خواند، کسی در دنیا دعوای حافظ قرآنی کرد، دعوای پیشوایی کرد، دعوای عالمی کرد، لیکن یتأکل به الناس، حبیب خدا گفت